عقاب یاد دوم میشه اینجا میشه پیاده رفت. مسیر پیادهش زده بود تقریبا 20 دقیقه تا نیم ساعت راه. یعنی 20 دقیقه نیم ساعت پیاده روی رو داره تا خود تا بالا. آره دیگه همین. حالا ما بریم پیاده به قول آلمانی ها شافل میکنیم، از پسش برمیه بریم توی 20 دقیقه یا نه. خسته شدی؟ آره. خب الان ما کجاییم اینجا؟ تو نقشه نیستیم. آها چرا اینجاییم؟ ما اینجاییم. آره خیلی فشار زیاده میشه. برو وای نسا. دیگه نمیرم دیگه. نماز تقریبا رسیدیم به پل. اینم از جاده پایینا. اون پایین ماشین رو پارک کردم میبینم خودم. خوب میده طبیعت میده نازنین میده. واو کم مونده برسیم. آره خیلی کم مونده. از اینا نداره اینجوری سر بخوری بری پایین؟ این از اون طرف میاد که ماشین رو پارک کردیم. از اونجا میاد. ولی این چیزه. اوه این گازه. فقط چی میگن؟ تدارکات میاره؟ آره. چی داره توش؟ نمیدونم. شاید این فقط بارش وزنش باشه. چی این؟ باری چیزی میاره. فکر کنم از اوناست که باش سر میخوری میری پایین. خب من همینو میگم. از اونا باشه سوار میشم. بسیاره ولی گشناسم. کو گفته با البته خب گویتن نیست که الان بازش میکنم فکر کنم. شاید بریم تا برگردیم بازش میکنم. این از اونا باشه خیلی حال میده. آره دقیقا. تو هلند 50 یورو بود. خب بریم بالا ادامه بدیم. این بالا بریم. برو کلت اینجا بکن داخل. اینجا جایی بوده که می اومدن سر میبریدن یا اینکه چیکار میکردن اینجوری زندانیشون میکردن. در ملأ عام قرارشون میدادن. چی نوشته؟ ایرنبرگ. این بالاش چه خوبه. ای کلم. ببینم اینجا چی داره؟ این پله است چیزه خاصی نداره. پله فقط. اوکی بریم مسیر رو بریم ادامه بدهیم. این مال چیه؟ این چی بود ترسیده؟ اوپس. Ich bleib hier.
به چای فرستم. Is he here? ورودی پلش اینجا هست. آها. بعد این مسیرم میره سمت قلعه. حالا باید بریم پایین پل بریم. تیکت باید از این جالبیش اینجاست که این الان نمای روزشه، نمای شب چراغاش روشن میشه. حالا ما بریم اون طرف. ولی فکر نکنم 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه. من میدونم. بریم بالا. خب چون کل محصولش توریستیه، کل محصولش 2 ساعت طول میکشه. وای بکر میکنه ها، تکون میخوره. زیبا حالیه. من میترسم. من میرم جلو. از این بالا حالا تابو نگیریم از کدوم بالا؟ جلوتر نمیتونم. چرا حالت وای این مرده داد. مرد حالش بچه داره. وای ترسناکه ها. آره. یه ذره واو پایین نگاه می‌کنم. من پایین نگاه نمی‌کنم. خب بذار من این کاپشنه رو بپوشم چون یخه. پاهم داره می‌لرزه بکنم. خدایی خب خیلی ترسناکه، مخصوصا این که چیزه اینجوری تکون میخوره، یعنی خیلی تون بری میبینی که شرایط بعضی ما الان خیلی وضعیت خوبی داریم بذاریم. Dit is zo erschreckend hier, hè? وای من دیگه نمیتونم، خیلی ترسناکه، یعنی فکرشو نمی‌کنی نه؟ پایین نگاه سر گیج میره. بعد ترسناکیش به خاطر اینه که تکون میخوره پله، یعنی اینجوری ثابت نیست، محکم نیست. I believe I can fly!
آقا خیلی لذت بخش بود، حال کردم باش. اونجا میتونی راحت عکس بگیری کل بیاد. آره. انشالله قسمت بشه شما همگی بید. ولی پلانش اینه که 100% بید. ایوان چه جای قشنگیه. کاش که میومدیم اینجا برنامه میکردیم. آره دفعه بعد. wir sind die. آها. نمیدونیم حالا بریم بیرون میتونیم دوباره با همون تیکت رو بیایم تو؟ Ich weiß nicht. Hast du dein Ticket noch? Bei dir. Okay, ich springe einmal rüber. Ich will da drüben putzen. خب اینم کل منظره می‌بینیم. Das war doch geplant. میومدم از کجا از شونات میگرفتم بعد اینجوری پامو میدادم یه عینکام باید داری در هم بریم اون بالا ببینیم دیگه چی داره، بعد اینجا که تمومه و برمیگردیم پلو اونور.